عروس چرا با غذات بازی میکنی؟ نکنه دستپخت منو دوست نداری؟ مامان جون مگه نمیدونی من یه ماه گیاهخوار شدم؟ آره دیگه، مسخره بازی‌های جدید خونه ماست مامان، خبر نداری؟ قرمه سبزیه دیگه، گوشتاشو جدا کن، سبزیشو بخور. گیاه دیگه. زنده داشت بیا این کاهوها رو بخور، سبزیه دیگه، نمیدونم زن گرفتی یا ببعی. آره بابا، این غذا خوردنش دهن ما رو سرویس کرد. عزیزم ما انسان‌ها ذاتاً گیاهخواریم. اگه گوشتخوار بودیم میتونستیم گوشت خام بخوریم. باشم من مشکلی ندارم که ببعی باشم، بهتر از اینکه مرده خوری کنم. نوش جونتون. سنم غذا چی پختی بوش نمیاد؟ قربونت برم، غذای مورد علاقه همه رو درست کردم. 3 مدل غذا. زن داداش شنیدم گیاهخوار شدی. آره دیگه گیاهخوار شدم، چون ما اگه گوشتخوار بودیم که میتونستیم گوشت خام بخوریم. ما که گوشت خام هم میخوریم. از اونجایی که میدونم چقدر گوشت دوست دارید 3 مدل غذا درست کردم. مرغ برای تو فاطمه جون، کباب و گوشت برای مامان جون، ماهی واسه شما. اینم بخورید دیگه. نوش جونتون.